سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قطعه 28 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور رو با هم دیگه کار میکنیم. قطعه زرد ملیجه اثر استاد ابوالحسن صبا. این قطعه 2/4 هست و اگر یه نگاهی توی قطعه بندازید همه نوتا نوت چنگ هستن و شمارشمون به صورت 1 و 2 میشه که خب از این قطعه ها زیاد زدید، ولی باید با حوصله بشین نوتا رو حفظ بکنید و یک نواخت اجرا کردنش خیلی خیلی مهمه. قبل از هر چیز ممنون میشم که حتما لطفاً کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، کامنت بذارید، حمایت بکنید. حمایت های شما به من انگیزه میده که این مسیر رو با هم دیگه هرچه بهتر ادامه بدیم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. خب بریم از ابتدا شروع کنیم. چیزی که من الان اجرا کردم یه مقدار تمپو بالاتر از چیزی بود که شما باید بزنید. حالا بعد با مترونوم میزنیم که ببینید که شما باید چجوری اجراش بکنید. نوت خوانی میکنیم و میریم جلو. نوتامون هست سی دو ره 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 سل ره ره فا سل ره 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 سل ره ره فا سل. دو تا نکته در مورد این تیکه اول بهتون بگم. یکی اینکه این قطعه باز ضرب شماره 2 شروع شده، یعنی عملاً یکش سکوت بوده، از 2 و شروع میشه. میگیم 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و اینو حواستون باشه. و دوم اینکه این خط اتصال هایی که بین نوت ها اومده معنیش اینه که نوت دوم رو باید پیانو بزنیم، باید آروم بزنیم. پس الان اینجا توی این میزان عملاً میتونیم بگیم اول و دوم، این نوت های سل باید با صدای کم اجرا بشه. یه دور بشنویمش. سی دو ره 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 سل ره ره فا. میبینید من این سولا رو باید اشاره میکنم، اینطوری نمیزنم. این اشتباس میشه. کم تمپو پایین تر با شمارش میزنمش. 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و میریم قسمت بعد. می ره ره دو ره دو دو سی دو سی سی لا سی 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 فا سی 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 فا. بزنیمش. می ره ره دو ره دو دو سی دو سی سی لا سی 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 فا سی 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 فا. میشماریمش. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و ادامه میزان سوم خط دوم. سی سی ره سل ره دو دو سی لا سل. بریم. سی سی ره سل ره دو دو سی لا سل. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و اینجا یه جمله کامل میشه. این جمله رو بشنویم. میریم سراغ جمله بعد. از سی دویی که آخر خط دوم داریم، همون پایه هست، همون
دو میزان اول داره تکرار میشه. سی دو ره 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 سل ره ره فا سل ره 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 سل ره ره فا سل. اینو که زدیم قبلا. بعدش می 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 سی می 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 سی دو 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 سل دو 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 سل دو 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 سل. میزنیم این قسمت رو، یعنی خط سوم و میزان اول خط چهارم. سه بار. حالا ادامهش بعد از اینکه سه بار دو دو سل رو زدیم، خط چهارم میزان دوم و سوم دو دو می سل می ره ره. میزنیمش رو ساز. دو دو می سل می ره ره. دو دو می سل می ره ره. یک و دو و یک و دو و. این هم میشه عبارت دوم ما. پس یه بار از شروع عبارت دوم میزنم بشنوید. یه کمی سریع‌تر میزنم. میریم سراغ جمله بعدی، عبارت سوم که از خط چهارم میزان چهارم شروع میشه. پایه هست سی دو ره 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 سل ره ره فا سل ره 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 سل ره ره فا سل. میریم خط بعد، از فا میاد یه تیکه پایین، از فای حرکت نهم میاد تا فای دوم و بعد برمیگرده بالا. فا می ره دو سی لا سل فا سل لا سی دو ره می فا سل ره 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 سل ره ره فا سل. میزنیم این جمله رو. به این ستا راستی که آخرش داره توجه کنید. پس یه بار دیگه. خیلی خوب. میریم جمله بعدی، خط 1 2 3 4 5، خط ششم. فا می می ره ره دو دو سی. یکی یکی میاد پایین. حالا می ره ره دو دو سی سی لا ره دو دو سی سی لا لا سل. پس دو میزان اینا رو ببینید و این یکی یکی میاد پایین. پس رو ساز میزنمش. فا می می ره ره دو دو سی. حالا از می می ره ره دو دو سی سی لا. از ره ره دو دو سی سی لا لا سل. پشت سر هم بشنویمش. فا می می ره ره دو دو سی می ره ره دو دو سی سی لا ره دو دو سی دو سی سی لا. ببخشید سی لا لا سل. خب قسمت بعد سی 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 فا سی سی ره سل ره دو دو سل دو سی سی فا. تو این جمله که تو این عبارت این چهار تا میزانی که تکرار میشه، حواستون به این پیانوی چپه باشه. بعضیش فاه بعضیش سله. حواستون باشه که دقیق خودشو بزنید. میریم روی ساز. سی 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 فا سی سی ره سل ره دو دو سل دو سی سی فا. فا سل رو دقت کنید. یه بار دیگه بشنویمش. جمله بعد سی 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 فا سی سی فا. فای پشت خرک. حالا فای نو. فا می می فا می ره ره می ره دو دو ره دو سی سی. اینجا دقت کنید که تو این میزانی که دو تا فا داریم، یکیش 9 داره یکیش 2. خب فای اول رو باید خرک نهم بزنیم، فای آخر رو خرک دوم پشت خرک. پس این قسمت میشه سی 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 فا سی سی فا فا می می فا. ما این فا می می ولی فا پشت خرکه. فا می می فا می ره ره می ره دو دو ره دو سی سی. یه بار دیگه. این سی رو که میزنیم میشه دو و بعد یه میزان کامل سکوت داریم. یک و دو و. حالا میریم جمله بعد رو سیمای زرد. سی دو ره دو ره دو سی دو سی دو ره دو سی دو ره می فا می ره دو سی. بزنیم. سی دو ره دو ره دو سی دو سی دو ره دو سی دو ره می فا می ره دو سی. اینجا میخواد اولش از ره زرد که حالا اصطلاحاً ره کرونه استفاده کنه و بعدش بیاد روی ره سفید. به خاطر همین جمله رو اینطوری وصل میکنه.
خیلی خوب. جمله بعدی ر دو دو سی، ر دو دو، همین رو یه نوت پایین تر رو سیمای زرد، دو سی سی لا، دو سی سی اجراش میکنیم. ر دو دو سی، ر دو دو، دو سی سی لا، دو سی سی. دیگه شمارشش خیلی واضحه دیگه. حالا براتون بخوام بشمارم میشه یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و. حالا میره از نوت فا، همین حالت رو از نوت فا از بالا شروع میکنه میاد پایین. فا می میره، فا می می، یکی یکی میاد پایین. میره ر دو، میره ر، یکی پایین تر. ر دو دو سی، ر دو دو، رو سیمای زرد. ولی حواستون باشه رو سیمای زرد آخرش عوض میشه، دو سی سی لا، سی لا لا. یعنی اگر مثل بقیه بود باید میزد دو سی سی لا، دو سی سی، ولی حواستون باشه این آخری تغییر میکنه. به خاطر همین همیشه من میگم به بچه‌ها نباید نوتا رو پیش بینی کنید، نوتا رو باید با دقت بخونید. پس از فا شروع میکنیم. ببینید فا می میره، فا می می، یه نوت پایین تر، میره ر دو، میره ر، یکی پایین تر، ر دو دو سی، ر دو دو. میام رو سیمای زرد یکی پایین تر از دو، ولی آخرش عوض میشه دو سی سی لا، سی لا لا. پشت سر هم میزنمش. بله. جمله بعد یه خط مونده به آخر، سی لا، سی دو سی دو سی دو. یه تکرار یه میزان داریم، یه سی دو سی دو دیگه باید بزنیم و بعدش سی دو ر ر، دو ر دو ر، دو ر دو ر، چون تکرار داره. حواستون باشه اون تیکه اول که زیرش 8 نوشته، یعنی اون سی لا، سی دو سی دو سی دو سی دو سی دو، باید رو سیمای زرد اجرا بشه چون زیرش 8 گذاشته، ولی ادامهش میاد رو سیمای سفید. این قسمت رو بشنویم. سی لا، سی دو سی دو سی دو سی دو سی دو سی دو ر ر، دو ر دو ر، دو ر دو ر. ادامهش دو فا می ر ر، دو دو سی دو. میزنم دو فا می ر ر، دو دو سی دو. یه بار دیگه یک و دو و یک و دو و یک و دو و قسمت آخر دو سی سی لا سو لا، سی سی لا لا سول سول. باز دوباره زیرش 8 داره، میگه برو رو سیمای زرد اجراش کن. دو سی سی لا سول لا، سی سی لا لا سول سول. پس اون قسمت آخر یعنی دو خط آخر رو اجرا میکنم. از دو. خیلی بریم یه دور از اول با مترونوم براتون اجراش کنم. سرعتی که کتاب مشخص کرده بچه خیلی سرعت پایینیه، سرعت 54. من مترونوم میذارم سرعت 54 و دو ضربی. یه لحظه من کوکش کنم که وسط کار قطع نکنه. یک دو، یک و دو و 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 یک و دو و. یک و دو و یک و دو و یک و دو و.
گفتم بهتون تمپویی که کتاب مشخص کرده خیلی خیلی تمپوی پایینی هست، ولی خیلی مهمه که شما حتما با تمپوی پایین با حوصله تمرینش بکنید. یعنی تو این تمپوی پایین خیلی مهمه که کنترل مضراب ها درست باشه، دقت ضربه ها درست باشه و بعد که تونستید با این سرعت بزنید، بعد آروم آروم سرعت رو بالا هم ببرید. حالا با هر سرعتی که مثلا بزنیم میتونید سرعت رو ببرید بالا تا هر جایی که دستتون توانشو داره و مضرابا دقیق میخوره و از نظر شفافیت ضربه خراب نمیشه قطعتون. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادتون نره لطفاً حتما الان یه لایک بذارید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، حمایت بکنید که من هم انرژی و انگیزه داشته باشم که ویدیوهای بهتری رو تولید کنم. خوب و خوش باشید.